سلام برای یوتیوب، چطورید؟ من چون خوش اومدید به این ویدیو دیگه بعد از مدت‌ها. البته از جون خودم و بچه‌ها دیگر برعکس خواستم بهتون بگم که اومدیم بازی کردیم سه رو یه بازی که به شدت ازش بدم میاد، خب ترسیم که تعجبی هم نداره، زیاد نداره و یه سبب و رو حالت ایزی شد بعد اون استدلال اونم برمیریم و فقط گرم پس الان فقط خودمون میریم. سری پیش از یادم نیست از کجا دختر کردم، البته اون نبود. اینو که همه دیدین میشناسینش. من اینجا گرمو میدم میریم. خب بعد شما من میخوام حرف بزنم، اون حرف نمیزنم چیز بخشید ادیتور اینجا باید درست کنه. آره همه هی حرف بزنم تا ترس ایجاد نشه. Trinketed. Pointer. شاید ناز چی بود؟ اینجا بود. بهترشون میکنیم که بیان و ما بتونیم هورور سریعتر سرچ کنیم. من میخوام سعی کنم بیشتر باتون حرف بزنم، چون حرف نمیزنم بدتر یه جوری میشم، بدنم سیخ میشه. خوب اوکی، حالا منتظریم که بیان. همچنان هم منتظریم. بگران من یه ذره خرابه، ویدیوی اصلا که قبلا گذاشته بودیم دیگه الان نیستش انگار. 9:50 دقیقه 9:50 دقیقه شب. نمیخوایم بیاین. اکشن اومد، پادر بزرگم اومد، سریع میریم بالا. اوکیه بچه، لایک کن بکن. این دوازن باز کردن میتونم گرم که از سریع سرچ کنیم ما. خب اینجا گوه خب این بده من مثل اینکه از در میخوام فرار کنیم رفقای من. او کبلم اینجاست، این بلاج این من این اتاقا رو سرچ کنم بعد بریم بالاتر یا پایین میگفت یا بالا میگفت پایین تر از یک مانده چی کنمش ببینیم. رید کی اینجا فراری شدم بقل بیشم دو من بگم بیا بیلاخ بکن گرند پا اینو بگیر. این چی داره؟ سکه داره، پس باید توی کوکوناده چیز باشه. اینجا چی هست؟ زهر مقال توکا زهر اینم رفت دست بیر. الان کجا میریم؟ الان میریم بالا.
البته اون گرنی 2 بود من رفته، از گرنی 1 خیلی بدم میاد، نمیدونم چرا. خب اون پایین کسی نیست. نباشید احتمال چیز سیدت وای بابا بزرگی بود و جون مامانت بود. وای شانسونه خدایا قریبم اومد تو دهنم. گره انی رفتی؟ بذار این بره، این میمونه اذیت میکنه. بابا خیلی سگ شانسی رفته. خب نیست. بودو باز شد هم برو. ایله این کناره چیه؟ خواهم یه ریکس کنم. بچه این سری خیلی شانسم خرابه. حالا من اینو میزنم صداش در میاد. سری میزنیم اینو. خیلی خوب. الان گره علی میاد اینجا. خوشتی؟ وای چی جوری فهمید؟ چی جوری؟ شانس من خرابه بابا. بابا ریدم تو خودم، گفتم نفهمید. من گفتم نفهمید. واه خب ایب نداره. کابله رو بر اینجا من نگشتم خونه. دوستان شانس ما خرابه و اگه اونجوری فکر میکنم نه 2000 years later کلید بدی بهم میده. میدونی چی میگم؟ تدیو برداریم. الان میان اینا پایین. اوکی تدیو برداریم سری. صدای چیه؟ تدیو برداریم سری سگی بریم بالا چون چشوشون قرمز میشه. زشته اونجوری نریم. الان سری بریم بالا تدیو برداریم بریم چی بود اسمش رو؟ آره بذاریم اونجا ببینیم چی بهمون میده. اینو برده سری میاد اینجوری هم پس میگم خیلی سری خیلی این نبودم خیلی سری و سگی باید بریم. الان فهمیدم چشمم نگاه کنه چیز بازی کن همین خارجی خودمون
اینجا بکنی نشون میده لا علکی آلمان نمیدونم حالا ما نکنی نشون میده شاید دیدیم ندیدم تا بکنم الان میاد اینجا چشمش قرمزه چشه رو نگاه چشه رو نگاه اوزابونی کلم Ay hangi çarpı bugün? یعنی بهتر از این نبود من البته یه کاری نکردم اینو بندازم اینجا بگم بریم پایین من اصلا آشپزخونه اصلا نداشتم و مطمئنم که تو آشپزخونه داشت سریع بپنکی یعنی سوزنده کسول بازی اومده این همه کلیک گذاشته درشم توش چیزه مثلا یه مثل این هیچ چیزیه مختصر چیزده رو داره کشون طرف کجا گذاشته گرنی الان میاد خاله گرنی من کدوم گلستونی رفتی من تو رو بزنم با شوهرت این من سکته نهم داشتم میشون گرنی نه خریدم گرنی چی؟ گرنی راست شده تلویزیون را ببینید اینو بزن بیام بالا من برم پایین خب نرو دیگه خب نشن الان شده کجوریم از این یارش کنم تنم خاک تو سر مغزت کنم یعنی خاک تو هم خب رفاق الان از اون برم ظاهر میشه من باید سریع سنجم کنم که اونو بزنمش انگشت مبارک من نمیذاشم منو ببینم که البته مهم نمیست چون خاله گرمه باید که خاله رو ببینیم البته ننه بزرگی ننه اصلا باورتون میشه ننه رو من بیشتر ننه واقعی کردم بوده این توی صندوق ماشینه رو من نگشتم با این ماشینه بود توی گرم یک فرا میکرد نه تو هم میشه ننه جان این آدم برگردم تو رو بزنم ننه من از پشتت خنجر نمیزنم با الان بزنم واو اپدیت دارم نمادن گرمی چیز آسیبی دیگه چیه
یعنی من 3 سنگ اسارت کنم جدی. بریم پدر بزرگ رو بزنیم برزنیم. بله کلمه جدید. گوشی مرخ کردی جدی. این الان قمار خورده از گوش این الان میزنمش. یه دونه احسارش بود. حالا که گانی که باشه من خبر مقوایی میکنم. این ننه ما کو. ننه هنوز قمار. ننه کن بگو بیریم که سری کرور جنگی انجام بده. بچه گوشی مرخ کرد. ببخشید که شما منو خوب نمیبینید. نگاه کسخل رو نگاه اینجا رو من گشت. نه خب رفقای گل الان که بابا چتون گانو داره یعنی فهم رواست. خب گفتم الان من باید سریع چیکار کنم؟ یک کلاغه رو بزنیم، دو بریم پایین اون یارو رو اونجوری کنیم بعد اونو بیاریم اونجوریش کنیم بعد اونو اونجوریش کنیم. خب الان این یارو رو میبینیم دکمه‌ش رو میزنیم میره. بعد اینکه این یارو رو نیفتی پایین بگاه بریم خاطر تو. بعد اینکه یارو رفت اینو بر میدارید میاد کجا اینو میندازی بعد دوباره کجا شاتگان رو بر میداریم. بعد اینو بعد شاتگانی نیفته پایین وگرنه که به فنا میبرم. حالا میای کجا بعد میای اینجا بعد تیر شاتگان رو ور میداری. بابا وردار دیگه همسر اذیت داری میکنه. 2 دقیقهش نشده دو فقط. خب یه زن نگرانتون کارش دید مثلا باید گم کنم. من موندم چرا جیب نداری تو لختی الان یعنی من واکنشو بچه میای کجا؟ میای اینجا میری اون بر این دست سر میزه میری اون بر. بعد چیکار میکنی؟ اینجا بهت گو میده اینو ور میداری دوباره میری کجا؟ این بالا این بالا اینو میکنی بهت اینو میده. حالا موقعی که اینو داد چیکار میکنی؟ دوباره شات گانتو ور میداری اینجا میری بالا. بله چرا اونو ور نداشتیم؟ چون گرند های عزیز الان حوض میکنه که بیاد پایین و ما تیر میگیریم و بعد سریع گمشیم بریم تیر بگیریم از آشپزخانه. الان 2 دقیقهشون فکر کنم شده. من منتظرم که اینا بیان بزنمشون چون دوست ندارم هایی که بازی میکنم اونا باشه رفقا. و حالا یعنی یا حضرت خودم از گرانی الان باید اومده باشه. الله رحمت لحظه رفقا گرنی هنوز نیمده. گرنی رو من اول زدم ها ندارم دوم. گرنی بابا بیا اینجا گرنی بذار به عشق. حالا چیکار میکنید دوباره رفقا؟ بیا اینجا. خب تیر نداریم بله میری بالا رفقا من بله. دوباره میای اینو ور میداری سکه دست خالی که نمیری پایین درست اگه روی حالت من بود. حالا ببینید بذارید اینجوری بگم بازی کنید. ببینید بابا برو اون و نشه دهنشونه. آره بعد تریاکیه اینجا باید سانسور کنم اگه گیری بده یوتیوب. بله بعد از اون حواسم نیستم اینجا میگیم و بله. حالا میای کجا؟ میای پایین اینو میدی اینو میزنی اینو میگیری. حالا دیگه این بیق بیق نمیکنه اگه موقع بیق بیق نمیکنه بیا بیق اینو میگیره. آره میره اونجا اینم خالیه. رید کیو برمیداری میری بالا این یارو. بعد چیکار میکنی؟ بعد اینکه رید کیو بردیم بالا بهت آیتم میده اگه به احتمال زیاد باید بده به من. میریم دور مدار شمس قمری زدم بعد از اون بریم بعد یه سنگ هم سر راه میبینیم و دوباره چکار نکنیم
البته شاتگان هم تیر نداریم، این یادتون باشه. نزدیکایی که شاید تموم شده باشه اینجوری باشه. اینم میزنی البته من چیزی پیدا نکردم. البته باید تو اون باشه. خب رفقا ما از چیز فرار میکنیم، از قطار. لایک رو بکنیم که سخت‌ترین فرارشیم از نظر من 20% میشیم دو و الان عرق کرده باشیم. نمیدونم چجوری بهتون بفهمونم. انگار گوشت داری کباب میشه، اینجوری بهتون بگم. الان دره رو واسه تون باز کرده. حالا میرید اینو میکوبید اونجا، میدید بالا، میرید پایین. خاطر همینه میگم بعد حرف میزنم، چون الان حرف نمیزنم میرید تو خودم. اینو میزنی، اینو میزنی. برق این دیدی میشنوید؟ برقش وصل شد. میریم کجا دوباره؟ میریم بالا. الان 2 دقیقه ما بزرگ شده برعکس. امیدوارم که تو اون چیز اون باشه، تو اون چیز بالاییه. میزنی اینم میذاری. حالا باید بریم چیزو بیاریم دیگه، فرار میکنیم. تموم. توی روز دوم انشالله دعا کنید که برام بتونیم ببریم. الان یه ذره میترسم چون 2 دقیقه‌شون شده. خودم میگم ببین حرف خودم شد. عیب نه. نه با وضوع شد کن و ور میداره جدی. آره اوه نه خراب شد. البته آره اونو ور میداره، من اونو سرم ور میدارم میرم دوباره. خب الان اینو من باز میکنم. البته نه خراب شد اصلا. اونا الان سریع تخته گاز میکنید اینجا رو، چیزی در نظرم تخته میکنید آقاشنگ میشینید این طول ندارزید. این اینو خواستم میگم بهتون بمعنی که این لیتون نمیکنه رفقا. این برسیدتون باید نیست. اگه مثلا گیرش میومد من میگازی لیه بشینه رفقا. من دوباره میزنی میریم بالا. بعد بریم آره این دستی چیه در ریدم تو شانس. خب رو فهمید من یه چیز ندارم. آره سخت میشه کار من. پس اینو هم باید داره از 10 خراب میکنه. خب اینجا شانس نمازم خیلی نایسه اینو نیست اینجا نکردی وای زهره ترک هم جا کن چیز نشد اصلا خوش شد برد مرد میمون نمیدونم کی میره. خودم چرا اون حرف میزنم؟ این گرمی دستی بگیرم خوشم میدست دیر خوشم فقط میگیره بکنیم کابلا رو بردارم. سیده بسم
گرنه اینا کجا؟ اصلا من اینجا من با بزرگ ببینمش. مادر بزرگ اعتماد نکنم اینجا. بابا بزرگ ای ریدم شانسم. نه بیدارش تی نداره خاک تو سر. بریم اینجا شاشی آسانسور این بالاست. نه 26 دقیقه سرم ریکورد هنوز هیچ کنیم. البته فرار کردیم چون من چیز کردم خوبی داشت. من این کار رو انجام دادم از در فرار کردم. ببخشید دیگه رفقا بازم معذرت خواهم. من قطار فرار کنیم بهتره. الان سرعت میبینید حالا یه تیر دارم. من با یه تیرش میکنم چی کنم؟ این ور برم شاید از تو نه ولش کن. هم وقت شما رو نگیرم هم وقت خودم. کجا؟ بابا جرزنیه بابا. نه ای بابا روز بابا این جرزنیه خدایش. خدا سگ از این به قرآن فوش میدم سه منو بزنم. خیلی زحمت کشیدم. چون چیکار کابلر رو بردن تموم ها. کابلر رو فقط برده ببین فقط میام یه کلیک میزنم میره همین. عالی برو خوبه. چیز تو چه راستی اسمم عوض کردم. یادم میره اسمم قبلی همونه دنیاله. بله بار دیگه ناموسم گرنی کنم به احترام کنم. اینجا نباش بهتره که نباش. من فوش میدم به فقط بریم بالا کلیک بریم.
گردی اینجا نباش. ای گیتو باز کردیم رفقا، اینم نگرم بریم. تموم شدیم کوفتیم چیزی چهارم قرار کردم. زهرم تریکی کنم بودو اونو فرار کن تو کسول. از 3 تا گرنی نجاتت دادن که عقل کم اومدی خونه. به قرآن حقشه اینجا بمونه. یه خداحافظ. واسه نمیدونم بای مای لب. این گله چی؟ خداحافظ. قلبم ترکی بریم واسه خداحافظی. خب رفقا مرسی که این ویدیو نگاه کردید. عشق منید و اینکه من بدجوری بعد اینکه اگه دوست داشتید سری بعدی قطار فرار کنم من یه کامنت قطار عشق من دیگه حرفی ندارم. تا ویدیوهای بعد بدید. ¿Cómo se llama?